بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و مواله. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، در بخش چهارم از نقد ویدیویی شبکه بریا هستیم. نقدی که ایشان بر روایات صحیح بخاری و بر روایات صحیح مسلم داره. انشاءالله با همدیگر صحبتایشان را میشنویم. رسیده بودیم به دقیقه 18، یعنی دقیقه 18 و 25 ثانیه. از این به بعد انشاءالله ادامه میدیم و ببینیم که شبهات دیگری که ایشان داره تا جایی که توان ما باشه انشاءالله پاسخ بدیم. بشنویم. در رابطه با قرائت خلف امام، در بخاری تنها روایتی را میابیم که میگوید نماز بدون قرائت فاتحه نماز نیست. روایت این است: عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. این روایت در بخاری دو بار به این شماره ها آمده: 756 714 که از یک سو با راهنمود صریح قرآن مغایر. قبل از این که بپردازه به این که مغایرت با راهنمود صریح قرآن داره، عرض کردم در برنامه‌های گذشته هم که متاسفانه یک توهم دارن اینها. ببینید دوستان گرانقدر، اولا در بخاری تنها روایتی که بر قرائت خلف امام باشه این فقط نیست، بلکه روایات دیگری هم هست. اساسا قرائت خلف امام چیست؟ قرائت خلف امام یعنی خواندن پشت سر امام، که شما سوره فاتحه را پشت سر امام بخوانید. از قدیم الایام در میان فقهای مذاهب و فقهایی که معتمدن و معتبرن اختلافات وجود داشته. حتی در میان بعضی از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دیدگاه‌هایی وجود داشته که آیا جواز داره که پشت سر امام شخص بخوانه یا نه. بعضن بر وجوب و بعضن بر عدم وجوب و بعضن بر عدم جوازن. به هر حال یعنی دیدگاه‌هایی وجود داره. از جمله روایاتی که استدلال میشه بر وجوب این روایته. استدلال میشه این روایت هست که لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، و حدیث از عباده بن صامت رضی الله عنه است که ایشان میگه که تنها روایتی که در صحیح بخاری است، در حالی که تنها روایت در صحیح بخاری نیست، بلکه در صحیح بخاری روایت دیگری هم هست که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه است. حدیث در صحیح بخاری حدیث 772 که ابو هریره رضی الله تعالی عنه در جمع صحبت میکنه، میگه که آنچه را که ما از پیامبر علیه السلام شنیدیم به شما میشنوانیم و آنچه که به هر حال از ما مخفی نگه داشته شده یا گفته نشده ما هم چیزی نداریم که برای شما بگیم. و بعد و ان لم تزد علی ام القرآن اجزأت. اول در ابتدای روایت یعنی اینطور میگه که فی کل صلات یقرأ، و بعد از آن حرف دیگرش رو میگه و بعد میگه و ان لم تزد علی ام القرآن اجزأت. اگر تو در تلاوتت غیر از ام القرآن، یعنی منظور از غیر از سوره فاتحه، سوره دیگری نخوانی، نمازت درسته. و این را به پیامبر علیه السلام نسبت میده، یعنی نظر شخصی خودش نیست. و ان زدت فهو خیر. اگر بر ام القرآن یا بر سوره فاتحه افزودی نمازت بهتره، خوبتره، ولی اگر نیفزودی نمازت درسته. نمازت درسته. پس بنابراین دلالت بر این میکنه که خواندن سوره فاتحه حتمی است. از این روایت هم چنین برمیاد. اما یکی ایشان میگه که این روایت در صحیح بخاری دو بار آمده، یکی در شماره حدیث 756، یکی حدیث 714. در 756 بله درسته، حدیث عباده بن صامت هست، اما در حدیث 714 نیست چنین چیزی. و من تعجب کردم که یعنی این روایت از کجا آمده و در واقع این را چطور اینها یک سری شماره هایی را ارجاع میده. حتی در قسمت اول هم من این نکته را اشاره کردم به خدمتتان و در بقیه قسمت ها کوشش کردم که اهمال بکنم و در اینجا باز دوباره میخوام این مسئله را تذکر بدم. دوستان گرانقدر، حتی در حدیث انما الاعمال بالنیات آمده بود که 12 بار در صحیح بخاری آمده. من بعداً متوجه شدم که اصل اشتباه در کجاست. اولا حدیث 714 اصلا چون این حدیثی نیست در صحیح بخاری. حدیث 756 بله درسته، شمارش درسته که این گفته، اما حدیث 714 متاسفانه نیست. من نمیدانم که متاسفانه نویسنده این متن تقلید کورکورانه کرده
و دقیقا آنچه که در کتاب جناب حکمتیار هست همون رو نقل کرده و در روایت انما الاعمال بالنیات هم دقیقا همین کار را مرتکب شده. من بعداً کتاب حکمتیار وقتی به دستم افتاد، سلفیشم که مذهبی پاتشم، وقتی این کتاب به دستم افتاد دیدم که مشکل اساسی این مقاله و این نوشته از این کتاب متاسفانه برخواسته. جناب حکمتیار در کتابش، در همین کتابش، حدیث انما الاعمال بالنیات را 12 بار آورده، در حالی که در تقریبا چند جایش تکراره. اصلا متن و سند تکراره ولی شماره اضافی است. فلان شماره ارجاع داده، اصلا نیست چون این چیزی. حدیث گذشته را باز آورده دوباره مجددا و شماره زده. من نمیدانم که این از کدام جای دیگری کپی شده، اشتباه از اونجاست یا این که این اشتباه فاحش چطور اتفاق افتاده نمیدانم. دقیقاً در همین مسئله هم که ایشان میگه 2 جا در صحیح بخاری آمده، اشتباه اصلی در کتاب جناب حکمتیاره، در صفحه 151 جلد اولش. من وقتی این رو دیدم تعجب کردم، در حالی که در صحیح بخاری حدیث 714 حدیث ذوالیدین اصلا ربطی به این مسئله نداره، نه عنوان باب و نه حدیثی که تحت باب ارتباطی به این مسئله داره، هیچ ارتباطی نداره. حدیث ذوالیدینه، حدیث ذوالیدین معروف مشهوره و اساسا امام بخاری آن را نام باب را گذاشته که هل یأخذ الامام اذا شک بقول الناس، یعنی باب را امام بخاری این گذاشته. ولی متاسفانه جناب حکمتیار هم در کتابش این را آورده، یک سند و یک متن کپی شده، در یک جا در بالا نوشته شده 714، در پایین نوشته شده 756، در حالی که روایت یک روایت همون حدیث 756، اصلا حدیث 714 چون این چیزی نیست. به هر حال این را هم خواستم تذکر بدم که اگر دوباره این کتاب میخواستن چاپ بکنن متوجه این مسئله باشن. گرچه این کتاب ارزش خواندن را نداره، متاسفانه به شدت خطرناکه، حرفای بسیار رکیک نسبت به روایات داره، همین چیزی که شما در این ویدیو دیدید و میبینید متاسفانه اکثر و اغلبش از این کتاب گرفته شده، اکثر و اغلبش از همین کتاب گرفته شده و میبینید چقدر بی محتواست و چقدر بی منهجی است متاسفانه. بله، خب بعد از آن دوستان گرانقدر ادامه میدیم. حالا پس متوجه این مسئله شدی. ایشان میگه که این روایت از یک سو تضاد و تناقضی با صریح قرآن داره. اجازه بدین ادامه حرفش را دارد که میفرماید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، الاعراف آیه 204. زمانی که قرآن تلاوت می شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید که مورد ترحم قرار گیرید. یعنی که در نمازهای جهری مقتدی مکلف است قرائت امام را به دقت بشنود و ساکت باشد. قرائت خلف امام منافی این دستور صریح و قاطع قرآن است. از سوی دیگر روایات قبل از سوی دیگر که روایات متعدد فلان بپردازین، دوستان گرانقدر ببینید اساساً بین این آیه و بین این روایت هیچ تناقضی نیست. مشکل اساسی که ما با این جماعت داریم، جماعت منکرین حدیث و جماعت کسایی که با احادیث مشکل دارن، اساساً سر سازش با حدیث نداره. هر چیزی را این تناقض داره با قرآن، این تناقض داره با این تناقض داره با اون، اساساً نمیفهمه معنای تناقض چیست، شروط تناقض را نمیفهمن. خلاص تناقض داره، حالا بیا جور کن. با عقلش جور در نیامده میگه تناقض داره. ما متاسفانه همین مشکل را با اسلام ستیزان داریم. دقیقاً وقتی که اسلام ستیزان میان میگن آیه قرآن با آیه دیگه تناقض داره، اغلباً مشکلشان اینه که درست قرآن را نمیفهمند و اینها هم به اینها میگوییم شما هم درست نه قرآن را میفهمید نه سنت را میفهمید. ببینید دوستان گرانقدر، ما در فقه اسلامی و در اصول فقه اسلامی داریم که چیزی به نام عامه، چیزی به نام خاصه، به نام مطلقه، به نام مقیده. اینها مسائل یعنی بسیار عادی است در اصول فقه. حالا اگر خواسته باشیم کاربرد همین عام و خاص را روی همین آیه مبارکه و حدیث توجه بکنید متوجه میشید. درسته؟ اولا حتی همون هایی که این نکته رو عرض کنم، حتی همون هایی که معتقده به قرائت خلف امام نیستن، مثلا احناف، درسته؟ این حدیث را نمیگوین ضعیفه، حدیث را قبول دارن، حدیث را قبول دارن. میگن لا صلاته، اینجا لای نفی کمال هست، برای نفی کماله، یعنی نماز کاملی نیست. نمیگن تناقض داره با آیه قرآن، این حرف رو نمیگن. متاسفانه اینها از آب گلالود میخوان مایی بگیرن، چون که در جامعه زندگی میکنیم که احناف هستن و علمای احناف این رو میفهمن. نمیگوین که روایت ضعیفه،
بلکه میگن این برای نفی کماله. اما اونهایی که میگویند که قرائت خلف امام واجب هست میگن این نفی صحته، یعنی نماز درست نیست اساسا، یعنی اینطور معنا میده. درسته؟ حالا حتی با همین دیدگاه وجوب قرائت خلف امام آیا تناقض پیدا میکنه با آیه؟ نه، آیه مبارکه عام است، یک حکم عامه. اما این قرائت خلف امام یا سوره فاتحه از این حکم عام استثناء میشه یا خاص میشه. یک امر معروف هست در میان علما و در میان اهل اصول، مگری که کسی نفهمه، نه اصول حدیث بفهمه، نه اصول فقه بفهمه، نه بدیهیات علوم اسلامی را بفهمه، خلاص میگه تناقض داره. و گفتم به خدمتتون، عرض کردم شما مثلا برنامه‌ای که بنده دارم در رد اسلام ستیزان که اینها ادعا کردن و ادعا میکنن که قرآن تناقض داره، ببینید من این رو به صورت مفصل توضیح دادم. حتی یک برنامه مستقل در باب منهج پوسیده اسلام ستیزان در باب نقد قرآن صحبت کردم و این قضایا رو مفصل توضیح دادم که بابا جان اساسا مشکل شما اینه که نه شما خاص را میفهمید، نه عام را میفهمید، نه مطلق را میفهمید، نه مقید را میفهمید. در آیات قرآن کریم ما این را داریم، در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و در نصوص شرع داریم. و اینکه آیه عام قرآن یا عموم قرآن توسط سنت خاص بشه یک امر مسلمی است و فقها به این دیدگاه هستند. درسته؟ فقها به این دیدگاه هستند که میتواند عام کتاب یا عام قرآن عظیم الشان توسط حدیث خاص بشه. پس بنابراین کجای این اشکال داره؟ من نمیدانم، یا کجای این تناقض عزیز من؟ یک حکم عام را قرآن میده، بعد توسط حدیث این حکم خاص میشه در یک مورد خاصی، استثناء میشه در یک مورد خاصی و هر دو اینها از یک جا در واقع سرمنشأ میگیره. قرآن و حدیث وحی از جانب الله متعالی و در این شکی نیست. یعنی اگر کسی خواسته باشه میتونیم از لابلای آیات قرآن ثابت کنیم که حدیث وحی است از جانب الله متعال سبحانه و تعالی. هم آیات صریح در این راستا هست، هم آیاتی که غیر صریح به این مسئله اشاره یعنی دلالت داره. درسته؟ پس بنابراین این مسئله در میان اهل علم هست که ممکن هست که شما عام کتاب را به نص سنت تخصیص بدید. پس حرفی نیست روی این. عموم قرآن توسط سنت چی میشه؟ نص سنت یا نص حدیث تخصیص پیدا میکنه و دقیقاً در همین جا همین اتفاق افتاده. تناقض نیست، به این تناقض نمیگویند. کمی علم بیاموزید و این مسائل علمی را درک کنید، بفهمید. و بعد از آن دوستان گرانقدر مثال دیگری مثلا من برایتان بدم. الله متعال در قرآن عظیم الشان میگه یوصیکم الله فی اولادکم. اگر خواسته باشید مثال ها در این باره زیاده. یوصیکم الله فی اولادکم در باب میراث الله متعال میگه، در باب ارث. یوصیکم الله فی اولادکم، الله متعال شما را وصیت میکنه، سفارش میکنه در مورد فرزندانتان که شما برای فرزندانتان یعنی میراثشان را بدید و بعداً یک سری قوانینی که الله متعال بعد از این اشاره میکنه. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر، یعنی در واقع قوانینی که در مورد میراثه. حالا یوصیکم الله فی اولادکم، درسته؟ ولی یک سری موانع وجود داره در علم میراث و در ارث. یک سری موانع وجود داره که در بعضی از روایات آمده. حالا مثلا پدر مسلمانه، فرزندش کافره و کفر یکی از موانع ارثه. حدیث صحیح در این راستا داریم، مثلا در صحیح بخاری حدیث 6764 که پیامبر علیه السلام میگن لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. درسته؟ اینجا یعنی مسلم از کافر و کافر از مسلمان میراث نمیبره، در حالی که در اون آیه مبارکه به صورت عام آمده یوصیکم الله فی اولادکم، همه فرزندان میگه، نمیگه کافر باشه یا مسلمان باشه. خب کسی بیا این آیه را ببینه بگیره بگه بله این با حدیث در تضاد، در تعارضه. چطور در تعارضه؟
اینجا به صورت عام همه فرزندان گفته فرق نگذاشته میان کافر و مسلمان. ما برایش میگیم عزیز من این آیه عامه، آیه عامه، اما حدیث خاصه و این عموم آیت توسط صریح سنت و توسط نص حدیث تخصیص داده شده. خیلی قضیه یعنی قابل تشویش نیست و کاملا قضیه حله. برای اهل علم مسئله کاملا حله و حتی ما در قوانین امروزی خود این مسئله را داریم. مثلا در ابتدا یک حکم عام صادر میشه، بعد در میان این حکم عام که شامل همه میشه یک سری استثناءات داره. آیا کسی میتونه بگه نه این استثناءات تناقض با اون اصل داره، با اون عام داره؟ خب مگر اینکه یک شخص جاهل باشه که برای نفهمه اصلا دستش گرفته میشه برایش فهمانده میشه. چی میگی عزیز من؟ این چی حرفیه؟ این قانون عامه، همون کسی که این عام را گفته یک سری استثناءات را بیان کرده. این معروف است و هر انسان عاقل این رو میدونه. به هر حال پس تضاد میان آیه نیست، میان آیه و حدیث وجود نداره چنانچه اینها فکر کردن. بعد از اون این میاد یک سری روایات را مطرح میکنه که ببینید با این روایات هم در تناقضه. شما ببینید که متاسفانه من تکلم بغیر فنه اتی بالعجائب برای اینها خیلی صادق میه. دقت کنید، روایات ضعیف، روایات نادرست را در برابر روایت صحیح قرار میده. عجیبه. یا روایات موقوف را در برابر روایات مرفوع قرار میده و این از اوج بی‌منهجی است و از اوج جهل نسبت به نصوص شرع و نسبت به علوم اسلامی است. دقت داشته باشید دوستان عزیز. ایشان میگه یک سری روایاتی هم هست که با این روایت در تعارضه. دقت کنید. تعددی را داریم که پیامبر علیه السلام فرموده قرائت امام قرائت مقتدی نیز است. اینها برخی از این روایاتند. عن عبد الله بن الشداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فإن قراءة الامام له قراءة. دقت داشته باشید. بله از سنن الکبری. سنن الکبری للبیهقی. خب این اولین روایتش است دوستان عزیز. دقت داشته باشید. من خواهش میکنم تعصب و همه چیز را بگذارید اون طرف و حتی همین نویسندهش، گوینده این ویدیو توجه داشته باشید. ببینید که شما چی کار میکنید، منهج شما چیست، به هر خس و خاشا که دست میاندازید تا خودتان را از این مهلکه نجات بدید. لا حول ولا قوة الا بالله. دقت کنید. این روایت در سنن کبری بیهقی است. بله درسته، صحیح است و روایت شماره 2941 است. شما نگفتید ولی من برایتان میگم، برای بینندگان شما هم میگم، برای بینندگان خودم هم. روایت شماره 2941 درسته؟ عن عبدالله ابن شداد. درسته؟ اولا اصلا خب این روایت بسیار طولانی هست، یعنی چند نفر آمده و با اسناد و با اسانید ذکر شده. بعد از آن لفظش اینه: عن عبدالله ابن شداد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان له امام فان قراءة الامام له قراءة. درسته؟ یعنی کسی که امام داره قرائت امام برای او کافی است. درسته؟ حالا بقیه رواتش را بگذارید اون طرف. اصلا روی بقیه روات صحبت نمی کنیم. عبدالله ابن شداد صحابی است. از نویسنده میپرسم، از گوینده این ویدیو میپرسم و از طرفداران این ویدیو و طرفداران نویسنده میپرسم. شما به من بگید که عبدالله ابن شداد صحابی است که از پیامبر علیه السلام روایت کرده؟ آخر این از بدیهیاته که شما بفهمید عبدالله ابن شداد تابعی است، یعنی حدیث مرسله، انقطاع وجود داره در سند، سند منقطعه. عبدالله ابن شداد اساساً پیامبر علیه از پیامبر اصلا روایت نداره. ایمی از پیامبر علیه السلام روایت میکنه، روایتش روایت مرسله. حالا غیر از این که در بقیه رواتش قبل از عبدالله ابن شداد مشکلاته. و امام عجلی رحمه الله میفرماید، امام عجلی و خطیب بغدادی هر دویشان میگن، میگه هو من کبار تابعین، از بزرگان تابعین است، اصلا صحابی نیست که. و وقتی از امام احمد رحمه الله سوال میشه که آیا عبدالله ابن شداد از پیامبر علیه السلام شنیده، میگه نه نشنیده. و این رو در تهذیب الکمال امام مزی رحمه الله نقل میکنه و روایت میکنه و در بعضی از کتب دیگر هم روایت شده.
در تهذیب الکمال مجلد 15 صفحه 83 و 84 در مورد عبدالله بن شداد صحبت میکنه. پس بنابراین این روایت سبحان الله ضعیفه، شدیداً ضعیفه. و حتی امام ابن حجر رحمه الله میگه حدیث ضعیف عند الحفاظ، میگه حدیث ضعیفه در نزد حفاظ، در نزد محدثین ضعیفه. وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره، میگه که امام دارقطنی و غیر از دارقطنی و خصوصا امام دارقطنی رحمه الله در سننش، یعنی در سنن دارقطنی، این روایات را به صورت مفصل آورده و آنها را ذکر کرده و بعد از آن همه احادیث را گفته اینها علت داره، همه اینها مشکل داره. و این را امام ابن حجر در فتح الباری میگه مجلد دوم صفحه 283. و همچنین در تلخیص الحبیر میگه امام ابن حجر میگه وله طرق عن جماعه، میگه برای این روایت طرق دیگری هم هست از جماعت‌هایی از مردمی، از افراد زیادی من الصحابه و کلها معلوله، همه ایشان میگه روایات ضعیفن، همه ایشان علت داره. بعد این روایت چنین وضعیتی رو در برابر روایت صحیح بخاری در برابر روایت مرفوع قرار میدن. این بی منهجی نیست چیز پس؟ من نمیدونم این بی منهجی شاخ داره یا دم داره. بشنویم روایت دوم را. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. المعجم الأوسط للطبراني. بسیار خوب، صبر کنید، پیش نرو عزیزم، صبر کن. ببینید دوستان گرانقدر، این حدیث در معجم الاوسطه، بله درسته، روایت شماره 7903 روایت جابر هست، درسته. و این روایت اساسا یعنی امام طبرانی رحمه الله آن را میاره در سلسله رواتش کسی به نام سهل بن عباس مروزی و امام طبرانی رحمه الله. و این از یعنی بی‌منهجی است و این از خیانت علمی است که شخصی کلام یک امام را روایتش رو بیاره و تعقیب خودش رو نیاره. میدانید خود امام طبرانی بعد از این روایت چی میگه؟ بعد از این که روایت رو ذکر میکنه میگه لم یرفع هذا الحدیث، هیچ کسی میگه این روایت را به صورت مرفوع ذکر نکرده، یعنی به پیامبر نسبت نداده. احد ممن رواه عن ابن علیه، از ابن علیه هر کسی که روایت کرده، از اسماعیل ابن علیه هر کسی که روایت کرده آن را به پیامبر علیه السلام نسبت نداده، الا سهل ابن العباس، مگر سهل ابن عباس. و سهل ابن عباس و بعد میگه و رواه غیره موقوفا، غیر از سهل ابن عباس همه این را روایت را موقوف ذکر کردن، یعنی کلام صحابی است نه کلام رسول الله علیه السلام. و سهل ابن عباس تنها کسی که از ابن علیه روایت کرده اون را به صورت مرفوع آورده. کی میگه؟ این را امام طبرانی خودش میگه. یعنی رفع این روایت را قبول نداره که تو بگی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، کلام پیامبر نیست. میگه غیر از سهل ابن عباس همه کسایی که از ابن علیه روایت کردن، از اسماعیل ابن علیه روایت کردن، همه ایشان به صورت موقوفه، یعنی کلام خود جابر است. درسته؟ حالا این در یک بخش سند این مشکل وجود داره و امام دارقطنی رحمه الله وقتی که به این روایت میرسه میگه هذا حدیث منکر، این روایت منکره. و بعد میگه و سهل ابن العباس متروک الحدیثه، سهل ابن عباس متروک الحدیثه لیس بثقه. این را امام زیلعی در نسب الرایه میاره، در نسب الرایه مجلد دوم صفحه 6. و همچنین امام دارقطنی رحمه الله در جای دیگه میگه که لا یصح رفع این روایت صحیح نیست. حتی این خود سهل ابن عباس مشکل داره، حتی موقوف بودنش هم دوچار خلل و دوچار مشکله. درسته؟ از طریق سهل ابن عباس. یعنی این را در کتاب العلل الوارده فی الاحادیث النبویه کی میگه؟ امام دارقطنی رحمه الله مجلد 13 صفحه 341. و همچنین امام ابن حجر رحمه الله که قبلا هم کلامش رو نقل کردم میگه که وله طرق عن جماعت من الصحابه و كلها معلوله. و بعد و همچنین میگه ضعیف عند الحفاظ که این را به خدمتتون عرض کردم. میریم به سراغ روایت بعدی که اینها ذکر کردن. روایت سوم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. مسند عبد بن حميد
عن جابر. مسند عبد بن حمید، درسته؟ روایت شماره 1050. و این روایت در واقع همون روایت جابر دیگه. حالا من نمیدونم این روایات رو یعنی دنبال هم آوردن، یک روایت را از جابر آوردی، این روایت را هم از جابر میاری، روایت دیگر را هم از جابر میاری. به هر حال ابن عبدالبر رحمه الله میگه که حالا باز مشکل در روایت فعلی چیز دیگری هم هست و اون اینه که اولا در این روایت در سلسله رواتش کسی به نام جابر، عن جابرین عن ابی الزبیر عن جابرین. جابر دومی در واقع جابر ابن عبدالله صحابی است، اما جابر اولی جابر جعفی است و جابر جعفی ضعیف الحدیثه و بلکه رافضیه به تعبیر امام ابن حجر رحمه الله که در تقریب و تهذیب این مسئله را اشاره میکنه. و قبل از او امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتابش التمهید میگه جابر الجعفی ضعیف الحدیث مذموم المذهب. میگه جابر جعفی ضعیف الحدیثه و مذهبش هم مذهب بدیه. و بعد میگه به همچون افراد یعنی احتجاج نمیشه. و بعد از آن میگه که درباره جابر جعفی در کتاب الاستذکار هم در واقع صحبت میکنه امام ابن عبدالبر رحمه الله در مجلد 4 صفحه 225. اون کلام اولش در کتاب التمهید مجلد 11 صفحه 22. و امام دارقطنی رحمه الله میگه لا یصح رفعه. آنچه که در مسند عبد بن حمید در واقع روایت آمده، اولا خب جابر جعفی خودش یک مشکله، بعد از آن رفع این روایت و مرفوع بودن این روایت صحیح نیست، همچنان که امام دارقطنی رحمه الله میگه لا یصح رفعه در کتاب العلل الوارده که مجلد 13 صفحه 341. و زیلعی هم یعنی قولی داره در نسب الرایه، البته از امام بخاری نقل میکنه که و هذا حدیث لم يثبت عند اهل العلم من اهل الحجاز والعراق لارساله وانقطاعه. میگه اساسا این روایت در نزد اهل علم، چی حجازی ها هستن چی عراقی ها هستن، صحیح نیست. اولا چون ارسال داره و دوما انقطاع داره. میگه اما ارسال روایت عبدالله بن شداده که عرض کردیم دربارش صحبت کردیم، و انقطاعش روایت جابره، روایت جابر هست. و بعد از آن حرف دیگری داره، میگه ولا یدرا اسمع جابر من ابی الزبیر ام لا. اساسا سماع جابر جعفی غیر از اینکه خودش مشکل داره، مذموم المذهب بنا به قول ابن عبدالبر رحمه الله، اساسا ثابت نیست که از ابو الزبیر شنیده یا نشنیده. درسته؟ این هم مشکل دیگری بالای روایت. آیا به چنین روایتی میان استدلال میکنن؟ بعد این را در برابر روایت صحیح بخاری قرار میدی؟ عجیبه، سبحان الله. به خاطر اینکه ثابت بکنه صحیح بخاری تناقض داره، به چنین روایت دستاویزش میشه. الله المستعان. این چی منطقیه؟ چی منهج بیجای است متاسفانه. ادامه میدیم روایت چهارم را. عبدالله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل يقرأ فنهاه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تنازع فقال أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازع حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمام فإن قراءته له قراءة رواه البيهقي عن عبد الله بن. خب صبر کنید قبل از اینکه به روایت دیگه بپردازیم. این جالب دوستان عزیز، این را هم از جابر ابن عبدالله میاره، این را هم از جابر ابن عبدالله میاره که روایتش یعنی طولانی هست و شما شنیدید روایت را به صورت کامل. در سنن کبرای بیهقی است. این هم روایت شماره 2940. اولا امام بیهقی رحمه الله، باز هم میگم که این خلاف یعنی حقیقتا منهج علمی است و از امانت علمی نیست که شما کلام یک عالم را کامل نخوانید. وقتی این روایت را خواندید تعلیق امام بیهقی را هم بخوانید که چی میگه. امام بیهقی بعد از ذکر حدیث میگه هکذا رواه جماعه، میگوید این گونه جماعتی از رواتان را روایت کردن. عن ابی حنیفه موصولا، از ابو حنیفه رحمه الله به صورت موصول روایت کردن، به صورت موصول. درسته؟ اما و رواه عبدالله ابن المبارک، یعنی از طریق عبدالله ابن شداد و از طریق جابر، این به صورت موصوله.
درسته؟ اما عبدالله ابن مبارک از او به صورت مرسل روایت کرده، دون ذکر جابر، بدون که ذکر جابر باشه در اینجا، بدون که نام جابر باشه، بلکه مستقیم عن عبدالله ابن شداد، عن عبدالله ابن شداد. و گفتیم عبدالله ابن شداد تابعی است، یعنی حدیث مرسله. و امام بیهقی بعد چی میگه؟ و هو المحفوظ، محفوظ همینه، یعنی این نام جابر در اینجا اضافی است. صحیح اینه که این روایت مرسله از طریق عبدالله ابن شداد بدون ذکر نام جابر ابن عبدالله. و در مورد عبدالله ابن شداد هم صحبت کردیم، گفتیم عبدالله ابن شداد روایتش از پیامبر علیه السلام مرسله. درسته؟ ابن عبدالبر رحمه الله کلام بسیار طولانی داره در این راستا، بسیار کلام طولانی داره. اگر کسی میخواه که در این راستا بیشتر معلوماتی داشته باشه، همین کلام امام بیهقی را بیشتر توضیح میده. در واقع در سلسله رواتش اشکالات پیش میاره و اساسا این روایت را از این طریق مناسب نمیدانه و بعد از آن یعنی در انتها هم حکمش را میگه و بسیار طولانی است. میگه و هو الصحیح فیه الارسال، اساسا میگه این روایت صحیحه که در آن ارساله، یعنی عبدالله ابن شداد اساسا جابر نیست در اینجا. و این را در کتاب التمهید خود میگه، مجلد 11 صفحه 22. و این روایت گفتیم درستش اینه که این روایت عبدالله ابن شداده بدون ذکر نام جابر رضی الله عنه. درسته؟ و این هم اشکال دیگری که در این روایت وجود داره. البته در سلسله رواتش افراد دیگری هم هستند که دوچار مشکل هستن حقیقتا. و امام ابن عبدالبر رحمه الله کلام مفصلی داره در این راستا در کتاب التمهید خود، مجلد 11 صفحه 22. اگر کسی میخواد میتونه که انشاءالله معلومات بیشتری در این راستا بگیره. پس بنابراین این روایت مرسله از عبدالله ابن شداد، نه از جابر. درستش اینه، همچنان که امام بیهقی خودش میگه و هو المحفوظ، درست همینه. روایت شداد، عبدالله ابن شداد هم دربارش صحبت کردیم، گفتیم که مشکل داره، حقیقتا مشکلات داره. با وجود که یعنی بر فرض این که بعضی از علما حالا حدیث مرسل تابعی رو قبول میکنن، حتی بعضا از علما یعنی مطلقا قبول میکنن، بعضا مطلقا رد میکنن و بعضا یک سری شروط میگذارن. و درست هم همینه که یعنی شروطی داره برای خود، حالا بر اساس همون شروط هم این روایت در واقع صادق نمیه و درست نمیه. روایت چونین روایتی از روایت عبدالله ابن شداد از پیامبر علیه السلام، چون قبلش باز اشکالات دیگری داره، که من بعضی از اینها رو در روایت گذشته هم به خدمتتون اشاره کردم. میریم به سراغ روایت پنجم. تا حالا 4 روایت آورده که ثابت بکنه مرفوع، هیچ کدام مرفوع نیست یا صحیح نیست. اینها رو در برابر روایت صحیح بخاری قرار میده. الله المستعان، عجیبه. رضی الله عنهما كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام أخرجه الموطأ. خب این را اخرجه مالک بگین دیگه. حالا به هر حال امام مالک رحمه الله این را در موطأ در واقع روایت کرده. درسته؟ این را امام مالک رحمه الله در موطأ در واقع روایت کرده. به هر حال این روایت در موطأ امام مالکه. درسته؟ روایت شماره 283. و این روایت کلام ابن عمره، روایت موقوف از پیامبر علیه السلام نیست، اما اون روایتی که در صحیح بخاری از پیامبر علیه السلام. یعنی شما کلام صحابه ببینید، بی منهجی اینه دیگه. کلام صحابه، دیدگاه شخصی یک صحابی را در برابر کی قرار میده؟ در برابر کلام رسول الله علیه السلام. در حالی که در میان صحابه هم اینطور نیست که در میان صحابه مخالفی نداشته، نه مخالف داره. و من در برنامه گذشته، در ویدیو گذشته هم صحبت کردم که قول صحابی مادامی که مخالف نص باشه یا مخالف دیدگاه صحابی دیگری باشه، در واقع حجت نیست. نمیتونیم، دیدگاه شخصی خودش هست. و دقیقا در اینجا کلام ابن عمره، دیدگاه شخصی ابن عمره. حدیث را مرفوع بیان نکرده که بگه پیامبر علیه السلام این را گفتن یا پیامبر علیه السلام چنین کردن. نظر شخصی خود ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. ابن عمر رضی الله عنهما دیدگاه های شخصی داره که یعنی در میان اهل علم معروفه
و اون را نمیپذیرن، قبول نمیکنن. عرض کردم به خدمتتان هر قولی از صحابی حجت نیست مگر اینکه قولش مخالف با نص نباشه، مخالف با دیدگاه صحابه دیگر نباشه و الی آخر که من تقریبا 4 مرحله یا 4 قضیه رو در باب حجیت دیدگاه صحابی بیان کردم. وقتی که مخالف دیدگاه صحابی دیگر شد، اقوالشان با هم دیگر ترجیح داده میشه در میان اقوالشان، یعنی یکی بر دیگر ترجیح داده میشه. شما روایت صحیح بخاری را، روایت مرفوع را میارید در برابر روایت موقوف و دیدگاه شخصی صحابه قرار میدید؟ این منهجه. الله المستعان. روایت بعدی رو میبینید. عمر أنه قال في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام. اما در بخاری، خب این هم در سنن دارقطنی است، این روایت هم از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. باز هم روایت ابن عمره، دیدگاه شخصی ابن عمره. روایت مرفوع نیست، نمیگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یا کلام را به پیامبر علیه الصلاه و السلام نسبت بده، یا حتی ما بگیم مرفوع حکمی است. درسته؟ و این روایت در سنن دارقطنی است، روایت شماره 1503. به هر حال ببینید که بعداً چی میگه ایشان. سبحان الله. حالا ببینید بعد از این که این روایات ضعیف و درب داغون و بیچاره را آورده، بعد از آن چیکار میکنه؟ بعد از آن میخواد نتیجه گیری بکنه از لابلای این روایاتی که آورده. خیلی خسته نباشی، عرق کردی. ببینید چی میگه. تمامی این روایات که در درجه روایات مشهور نادیده گرفته شده و در مقابل روایت غریب که در میان صحابه فقط یک راوی دارد مدار اعتبار قرار گرفته، آیا درست است که روایت غریب متعارض با قرآن و متعارض با روایات متعدد دیگر را صحیح خواند؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ببینید دوستان عزیز، عجیبه والله. میگه اما در بخاری تمام این روایات که در درجه روایات مشهورند، یعنی فکر میکنه که هر چی از هر طریقی از هر جای آمد صحیح و غیر صحیح، سره و ناسره، همه اینها دیگه میشن مشهور. بابا جان تو بیا اول صحت اینها رو ثابت بکن، باز بعد ادعای مشهور بودنشان رو بکن. بله مشهور سر زبان هاست، اما مشهور اصطلاحی است، نادیده گرفته شده. و در مقابل روایت غریب، اولا امام بخاری رحمه الله میدانید دوستان گرانقدر در این راستا کتاب نوشته، کتاب مخصوص نوشته در باب قرائت خلف امام. امام بخاری رحمه الله کتاب خاص نوشته، متوجهید؟ و کتابش معروفه. و این روایتی که و یا روایاتی که این نویسنده این متن آورده، اینها را میاره و همه را حلاجی میکنه، دربارهشان صحبت میکنه. اینطور نیست که امام بخاری اینها را ندانسته باشه و نفهمیده باشه. خب روایات صحیح نبوده که امام بخاری در صحیح بخاری نیاورده، بر اساس شرط امام بخاری نیست، صحیح نیست که اینها را بیاره در صحیح بخاری. مشکل شماها در اینه که روایت صحیح را ترک میکنید به خاطری که طبق مذهب و دیدگاهتان نیست، روایات ضعیف را چسبیدید. لا حول ولا قوة الا بالله. روایت غریبی که در میان صحابه فقط یک راوی داره مدار اعتبار قرار گرفته. آیا درست است که روایت غریب متعارض با قرآن؟ متعارض با قرآن نیست، با این ذهنتانه. و متعارض با روایات متعدد دیگر را. خب کدام روایات متعدد دیگر؟ همین روایتی که گفتی؟ خب اینها همه ضعیف در به دره. کجا اینها روایت صحیح هستند؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بی منهجی متاسفانه تا به این حد دوستان گرانقدر. ببینید تمام طرقی که برای روایت من کان له امام فان قراءة الامام له قراءه آمده، همش ضعیفه. من کلام اهل علم را بعضا را به خدمتتان عرض کردم، بعضا از کلام دیگر را به خدمتتان ارائه می کنم، خودتان ببینید. اولا امام دارقطنی رحمه الله در کتابش سنن دارقطنی در کتاب الصلاة به صورت مفصل همین روایت، یعنی در همین روایت بابش هست، همین روایت میاره و به صورت مفصل توضیح میده و تمام این روایات را میگه اینها مشکل داره. تمام این روایات از هر طریقی که آمده مشکل داره. و همچنین امام بیهقی کتاب داره ایشان هم به نام قرائت خلف الامام، یعنی مانند کتابی که امام بخاری رحمه الله داره. بعد ایشان هم به صورت مفصل در این قضایا میپردازه، برید مطالعه کنید خودتان. امام بخاری رحمه الله که ایشان نقد میکنه بر امام بخاری در کتابش القراءة خلف الامام، ایشان میگه در صفحه 8 میگه که هذا خبر
یعنی در مورد همین روایت به صورت کلی میگه از طرق متعددی که آمده لم يثبت عند اهل العلم من اهل الحجاز و اهل العراق و غیرهم لارساله و انقطاعه. کلام امام بخاری رحمه الله بر اینه که این روایت مشکل داره و به خاطر همینه که در کتابش نیاورده. حالا شما امام بخاری را اینها محاکمه میکنن که چرا این روایات را نیاوردی، روایات متعدد را. کدام روایات متعدد را؟ حتی همین روایتی که شما آوردی، روایت جابر را 3 بار تکرار کردی، از 3 طریق آوردی، از 3 طریق این را آوردی. کدام روایات متعدد؟ و بعد از آن این هم خب دیدیم که یعنی وضعیت این روایات را دیدیم که چیست. بعد امام بخاری را اینها انتقاد میکنن که تو چرا این روایات متعدد را نیاوردی، یک روایت فقط آوردی. یا الله یا الله یا الله. و امام ابن جوزی رحمه الله در کتابش العلل المتناهیه مجلد اول صفحه 431 میگه ولهذا الحديث طرق، میگه برای این روایت طرق است، عن جابر و عن علی و ابن عمرو و ابن عباس و عمران ابن حسین. بعد میگه هیچ کدام از اینها ثابت نیست. این را امام ابن جوزی میگه. عموما یعنی این روایت از 8 تن از صحابه نقل شده، هیچ کدامشان روایت صحیح نیستن یا موقوفن. عرض کردم به خدمتتون قبلا. حافظ ابن کثیر رحمه الله در کتابش تفسیر میگه، تفسیر ابن کثیر مجلد اول صفحه 166 وقد روی هذا الحديث من طرق ولا يصح، میگه که این روایت از طرقی آمده و صحیح نیست، هیچ کدامشان میگه صحیح نیست عن النبی صلی الله علیه و سلم. و بعد امام ابن حجر رحمه الله میگه حدیث ضعیف عند الحفاظ، این حدیث ضعیف در نزد حفاظ. وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره، و میگه در بر گرفته یعنی امام دارقطنی رحمه الله طرقش را، یعنی طرقش را آورده در سننش، در سنن دارقطنی و غیرش هم آورده و امام دارقطنی همه طرقش را معلول دانسته. این را امام ابن حجر رحمه الله در فتح الباری میگه در مجلد دوم صفحه 283. و همچنین در کتاب دیگرش التلخیص الحبیر ایشان میگه که مشهور من حدیث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابه وكلها معلوله. میگه طرق دیگری هم داره غیر از جابر، مشهورترینش طریق جابر که دیدیم. و بعد میگه از طریق جماعت دیگری از صحابه هم آوردن، گفتم 8 تن از صحابه از اونها نقل شده. و کلها معلوله، همه طرق این روایات معلوله، مشکل داره. مجلد اول صفحه 419 التلخیص الحبیر. و همچنین امام نووی رحمه الله در خلاصة الاحکام مجلد اول صفحه 377 میگه که ضعیفون، وقتی به این روایت میرسه روایت میاره، یعنی مجموعه از روایت میاره، از جمله همین روایت بعد میگه ضعیفون، ضعیفه. بعد از آن شما بدید روایت در برابر صحیح بخاری قرار میدی، در حالی که امام بخاری کتاب مستقل در این راستا نوشته و روایات را به خوبی میدانه و همه را حلاجی کرده، به هیچ کدام از این روایت در نظرش صحیح نیست، که تو اون را الزام میکنی که امام بخاری چرا نیاورده؟ خب نیاورده چون صحیح نبوده، کتابش کتاب صحیح هست. مشکل شماها اینه که بی منهجید. من به شما میگم بر اساس منهج اهل علم بیاید ثابت کنید که این روایت صحیح است، بعد از اون بر امام بخاری انتقاد کنید که چرا در برابر روایات متعدد آمده و امام بخاری همه را ترک کرده و فقط یک روایت آورده و اون هم روایت غریبی است به تعبیر ایشان. آیا این روایت رو فقط یک صحابی نقل کرده و روایتش غریبه؟ ایشان میگه که آیا درسته که روایات متعدد رو ترک بکنیم یک روایت غریب بیاریم؟ ببینید دوستان عزیز، امام ترمذی رحمه الله وقتی این روایت رو میاره لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، حدیث شماره 247 از عباده بن صامت رضی الله عنه، بعد میگه که و فی الباب، دقت داشته باشید وقتی امام ترمذی رحمه الله میگه و فی الباب، مانند اینه که تخریج میکنه، یعنی روایت میخواه شواهدش را بیان بکنه که این روایت شواهد دیگری هم داره، یعنی غیر از عباده ابن صامت کسای دیگری هم روایت کردن. خب بسیار خوب، جناب امام ترمذی رحمت الله بر شما باد بفرمایید و فی الباب، در این باب یعنی شواهد داره این روایت، شواهدش کیها هستن؟ عن ابی هریره، از ابی هریره هست، و عایشه و انس و ابی قتاده و عبدالله ابن عمرو، از اینها این روایت آمده غیر از عباده ابن صامت. و بعد میگه حدیث عبادته
وحديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من به این واسطه کلام ابن عمر را وقتی آوردم گفتم دیدگاه شخصیش هست. امام ترمذی رحمه الله میگه که از صحابه هم کسایی هستن که همین دیدگاه را داشتن، یعنی در میان صحابه منهم عمر بن الخطاب و جابر بن عبدالله. حتی از جابر بن عبدالله خلاف این روایت شده و خلاف این آمده و عمل میکرده به این روایت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. و عمران بن حسين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. و این کلام ابن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق ابن راهویه هم می باشه. درسته؟ و همچنین امام ترمذی رحمه الله وقتی میگه شواهدی داره، برای واقعا شواهدی داره. چطور میتونه حدیث غریب باشه مادامی که شواهدی داشته باشه از اصحاب دیگر؟ حالا دوستان عزیز ببینید، برخی از شواهد را من به خدمتتان عرض میکنم. درسته؟ ابو هریره رضی الله عنه روایتش در صحیح مسلمه، حدیث شماره 395. میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام فرمودن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة. پیامبر علیه السلام سه مرتبه گفتن که کسی نماز بخونه و فاتحة الکتاب رو نخونه نمازش خداج یعنی غیر تمامه، ناقص نمازش. و همچنین از ابی هریره امام ابن ماجه هم روایت میکنه رحمه الله و در اون روایت هم همین طور میگه که پیامبر علیه السلام فرمودن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج یعنی غیر تمام. درسته؟ و الی آخر. و روایت از ابو سعید خدری، روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام فرمودن مفتاح الصلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد و سورة في فريضة او غیرها. این روایت را امام ترمذی رحمه الله روایت شماره 236 آورده. و همچنین حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه عن عایشه رضی الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، ام المؤمنین میگه از پیامبر شنیدم که رسول الله فرمودن كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. و این روایت هم در سنن ابن ماجه هست، روایت 840. روایت عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه که اینطور آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. همان روایت ام المؤمنین عایشه صدیقه و روایت ابو هریره رضی الله عنه است. این حدیث هم در سنن ابن ماجه هست، حدیث 841. پس بنابراین چطور حدیث غریبه و بعد این روایت را شما قرار میدید در برابر روایت ضعیف؟ منهجتان را درست کنید، معلوماتتان را درست کنید و بعد از آن بیایید شما نقد بر صحیح بخاری کنید. دقت کردید دوستان عزیز؟ این نقدشان بر صحیح بخاریه. کیها آمدن بر صحیح بخاری نقد میکنن؟ انا لله و انا الیه راجعون. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکری میکنم از حوصله مندیتان تا برنامه بعد و دیدار بعد که ان شاء الله این ویدیو را به توفیق الله متعال تمام خواهیم کرد. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگارتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.